بوده یه ویدیو دیگه از کانال من. امروز اومدم که مرحله دوم جی تی آی سن آندرس رو شما آموزش بدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و چنل ما رو حتما دنبال کنید و این ویدیو رو هم اگه خوشتون اومد لایک کنید، خوشتون نیومدم که هیچ، و زنگوله رو بزن تا اولین نفری باشی که از ویدیو ما با خبر میشه. بریم سراغ آموزش. میایم اینجا سوار ماشین میشیم. Hey, old Reed still run the barber shop? Like a raggedy ass motherfucker. He popped his membrane years ago. The way I left that old fool in my head. ماشینش هم شبیه خودش به درد بخوره. You got 5 minutes? I'll be cutting you like a DJ. So when you running off again? I'm not. I'm thinking of staying. Why? My family, the homies is here. میایم اینجا باید بریم آرایشگاه فکر کنم. آره باید بریم سلمونی. Don't expect me to kiss your ass a nut. میریم Sit yourself down, CJ. شین اوستاکار حرفه‌ای کار سیبیل بذاریم واسش. آقا سیبیل من میگن آقا سیبیل. این اومد اینجا. Looking like a player now, dog. Stick around long. اینجا الان نظر میده بهش. چه دافی. Man, you jacked up. Man, what's this? Shit look ridiculous. سیبیلا رو بابا All clean as shit. Looking too skinny, CJ. I wanna get us something to eat. I'm gonna finish this. Then I'm gonna take care of business. بعدش هم که باید بریم اینجا غذا بخوریم به خود فست فودی. Choose a blend of cheese and fat, sir. Have a nice cheesy. اینجا هم که باید از This pizza دست parlor's no pushover. یارو فرار کنیم چون بزنه ناکتمون میکنم. این ای Back to the grove, motherfucker. اینو میرونم یاد پیکان جوانان میفتم. دستی رو فقط عشق کنی. Better drop by and see Sweet. He's been yapping on about that graffiti too. Later, homie. خب اینم از مرحله دوم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و این ویدیو رو لایک کنید و چنل ما رو هم حتما دنبال کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.